سلام به جادوگرها، اوتاکوها، به اونایی که شبها رو با کنسولشون میگذرونن. به دزدای دریایی، پریای دریایی، شما فانتزی بازهای عزیزمون. با یه قسمت دیگه از ویکلی پرافت اومدیم تا توی 10 دقیقه تمام اخبار فانتزی مهم هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. خبر اول از نوزاد تازه دنیای انیمه، هایت. آنیپلکس سازنده انیمه های بزرگی مثل فیت و دیمن اسلیر دست به دست کرانچی رول داده و شرکت جدیدی به اسم هایت رو در توکیو راه اندازی کردن. مأموریت این شرکت تولید انیمه های اختصاصی برای پلتفرم کرانچی رول، پاتوق شماره 1 اوتاکوهای جهانه. هیجان اوتاکوها برای هایت بی‌دلیل نیست، چون این بار حرف از انیمه هاییه که از همون ابتدا با دید جهانی ساخته میشن. یعنی دیگه قرار نیست داستانها توی ژاپن متولد بشن و بعد نصفه و نیمه به بقیه دنیا برسن. هدف هایت خلق آثاریه که مرزها رو کنار میزنن و هر طرفدار انیمه‌ای در هر گوشه دنیا میتونه تصور کنه که بخشی از اون ماجراست. 2 خبر جنجالی برای پاترهدها. جدال بر سر میراث هاگوارتس. کریس کولومبوس به عدم نوآوری در سریال جدید انتقاد کرد. کارگردان خاطره‌ساز 2 فیلم اول مجموعه هری پاتر یعنی کریس کولومبوس اخیراً در پادکست The Rest is Entertainment حمله تندی به بازسازی سریال هری پاتر کرده و گفته مثل اینکه در ساخت این سریال هیچ نوآوری وجود نداره. او به ویژه به تصویری اشاره کرده که در اون نیک فراست در نقش هاگرید همون لباس آشنای نسخه سینمایی رو پوشیده. به گفته کولومبوس این یعنی پروژه صرفاً قصد داره تکرار کنه و نه بازآفرینی. و خبر دومی که دیروز از هاگوارتس به دستمون رسید. وارویک دیویس دوباره در نقش پروفسور فلیتویک به هاگوارتس برمیگرده. مثل اینکه نگرانی‌های کریس کولومبوس خیلی بیجا نبودن، چون درست در روز اول سپتامبر که بین پاترهدها به روز بازگشت به هاگوارتس معروفه، HBO اعلام کرد که در سریال جدید وارویک دیویس مجددا نقش پروفسور فلیتویک رو ایفا خواهد کرد. این تصمیم برای خیلی‌ها یک بمب نوستالژیه و حس آشنای فیلم رو دوباره زنده میکنه، ولی از نگاه بعضی‌ها همین تکرار میتونه نشونه‌ای باشه از بازگشت فرمول قدیمی و عدم وجود نوآوری که کولومبوس بهش انتقاد داشت. با این حال تیم سازنده امیدوارن که قالب سریالی بتونه فرصتی تازه ایجاد کنه، چون برخلاف فیلم‌های سینمایی که ناچار بودن از جزئیات کتاب‌ها حذف بکنن، این بار سریال زمان کافی داره تا قصه ها رو با پرداختی عمیق‌تر و وفاداری بیشتری به متن کتاب روایت بکنه. حالا پرسش اصلی اینه که آیا این پروژه میتونه بین نوستالژی های طرفداران قدیمی و نوآوری برای نسل جدید تعادل برقرار کنه یا فقط یک تکرار پرجزئیات باقی میمونه؟ در ادامه اتفاقات این هفته باید بهتون بگم که اول سپتامبر دانش آموزان ایرانی هاگوارتس هم دور هم جمع شدن. فانتازیو یک ایونت جذاب برگزار کرد که طی اون بیش از 3000 نفر دانش آموز هاگوارتس ایرانی با همدیگه ردا و چوب دستی هاشون رو پوشیدن، معاشرت کردند و عکس گرفتن. در این ایونت حدود 600 سال اولی نامه هاگوارتسشون رو دریافت کردن. جای همه کسایی که نبودن خالی. هان سوهی در نقش چاهئین. لایو اکشن سولو لولینگ داغ‌تر شد. از زمان اعلام رسمی نتفلیکس برای ساخت لایو اکشن سولو لولینگ، طرفدارها لحظه شماری می‌کردن تا ببینن چه کسانی قرار نقش‌های اصلی رو به عهده بگیرن. حالا با معرفی هان سوهی در نقش چاهئین همه چیز چند برابر جذاب‌تر شده. چاهئین تنها شکارچی زن اسرنگ داستانه و از همون اول یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای مانهوا و انیمه بود. انتخاب هان سوهی با کاریزمای خاص و تجربه بازی در درام‌های پرطرفدار و سریال‌های اکشن مثل مای نیم باعث شده فن‌ها توی شبکه‌های اجتماعی منفجر بشن و خیلی‌ها این انتخاب رو
بهترین تصمیم ممکن بدونن. تاریخ دقیق پخش هنوز اعلام نشده، اما بودجه سنگین نتفلیکس و این انتخاب‌های هوشمندانه نشون میده پروژه جدی‌تر و داغ‌تر از هر زمان دیگه است. انتظارها به پایان رسید. تریلر فصل 3 جوجوتسو کایزن منتشر شد. در مراسم ویژه 5مین سالگرد جوجوتسو کایزن، تاریخ پخش فصل 3 این انیمه اعلام شد. این فصل با اقتباس از آرک معروف کالینگ گیم قرار از دی ماه 1404 در قالب نیم فصل‌های جداگانه پخش بشه و همزمان با این اعلام اولین تریلر رسمی هم نمایش داده شد. این آرک یکی از پیچیده ترین بخش‌های داستانه و یوجی و دوستانش رو وارد نبردهایی میکنه که توی هیچ فصل قبلی ندیدیم. حتی جونیا انوکی، صدا پیشه یوجی، در مراسم گفت ضبط صدا شروع شده و مطمئن باشید نبردهای این فصل در سطح دیگه ایه. تصاویر لو رفته از پشت صحنه کلی فیس. با گرافیتی های پر سر و صدا، تصاویر تازه ای از پشت صحنه فیلم جدید دیسی لو رفته که حسابی فنها رو به تب و تاب انداخته. برای کسایی که نمیدونن، کلی فیس یکی از ویلن های قدیمی کامیک های بتمنه. یک بازیگر شکست خورده که بعد از آزمایشی اشتباه به یه شیپ شیفتر تبدیل میشه. در عکس های لو رفته روی یکی از دیوارها گرافیتی مرموز The Jokers دیده میشه. سرنخی که خیلی ها فکر میکنن اشاره به کامیک Three Jokers داره و شاید نشونه ای باشه از حضور چند نسخه مختلف جوکر در DCU. بعضی ها حتی میگن این حرکت میتونه راه رو برای بازگشت بازیگرهایی مثل خواکین فینیکس یا جارد لتو و حتی یک جوکر جدید باز کنه. توی همین تصاویر شعار دادگاه گاتام هم با همون طراحی که قبلا در The Batman ساخته مت ریوز استفاده شده بوده دیده میشه. نکته‌ای که احتمالاً ارتباط کلی فیس با دنیای بتمن و سریال د پینگوین رو قوی تر میکنه. و خبر داغ پایانی ویژه گیمرها، تایید ساخت رسمی لایو اکشن کال آف دیوتی. بعد از سالها انتظار بالاخره خبر رسمی ساخت لایو اکشن این مجموعه منتشر شد. این فیلم اولین قدم برای آوردن یکی از محبوب ترین فرانچایز های تاریخ گیم با بیش از 500 میلیون نسخه فروش جهانی به پرده سینماست. مدیران پارامونت اسکایدنس هم قول دادن همون کیفیت و جاه طلبی رو دنبال کنن که قبلا در تاپگان دیدیم. فعلا جزئیات بیشتری اعلام نشده، اما همین تاییدیه کافی بود تا طرفدارها در سراسر دنیا هایپ بشن و منتظر اولین سرنخها از دنیای سینمایی کال آف دیوتی بمونن. اینم از اخبار و حواشی داغ این هفته دنیاهای فانتزی. راستی پارت دوم فصل جدید ونزدی هم دیشب منتشر شده. دنبالش کنید تا هفته بعد براتون حسابی کاورش کنیم. اگر دوست دارید کاملتر در جریان خبرها قرار بگیرید، به فانتزی مک سر بزنید و نسخه کامل اخبار، تریلرهای جدید و تصاویر لو رفته رو اونجا ببینید. برای از دست ندادن ویکلی پرافیت های بعدی هم کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. تا ویکلی پرافیت بعدی جادویی بمونید!